این هفته لیگ برتر به اوج خودش میرسه. آماده اید برای تحلیل‌های جذاب؟ سلام بچه‌ها، خوش اومدید به کانال فوتیمو. امروز با تحلیل‌های داغ و هیجان انگیز بازی‌های هفته 21 لیگ برتر همراه شما هستیم. این هفته لیگ برتر با بازی‌های سرنوشت ساز به اوج خودش میرسه. پس اگر آماده اید با ما همراه باشید. اولین بازی که باید بررسی کنیم پرسپولیس تهران و گلگهر سیریجان هست که ممکنه سرنوشت جدول رو تغییر بده. پرسپولیس برای رسیدن به صدر جدول می‌جنگه، اما گلگهر هم چیزی کم از صدر نداره. اما این فقط این بازی نیست. تیم‌های دیگه مثل استقلال، سپاهان و تراکتور هم برای صدر جدول می‌جنگن و میخوان از فرصت این هفته استفاده کنن و از رقباشون فاصله بگیرن. پرسپولیس با 34 امتیاز توی رده چهارم قرار داره و برای رسیدن به صدر آماده است. اما چند غیبت مهم داره. حسین کنعانی زادگان و احتمالاً میلاد محمدی نمیتونن در این بازی حضور داشته باشن که دفاعشون رو تحت تاثیر قرار میده. از طرف دیگه گلگهر هم با 33 امتیاز به دنبال صعود به جمع بالای جدوله، اما محرومیت امیر جعفری صیقلانی مشکلاتی برای این تیم ایجاد کرده. اما این فقط این بازی نیست. تیم‌های دیگه مثل استقلال، سپاهان و تراکتور هم برای صدر جدول می‌جنگن و میخوان از فرصت این هفته استفاده کنن و از رقباشون فاصله بگیرن. اما چرا این بازی‌ها اینقدر مهمه؟ خب، وقتی به جدول لیگ نگاه می‌کنیم متوجه میشیم که پرسپولیس و گلگهر خیلی به هم نزدیک هستن و برد توی این بازی میتونه خیلی چیزها رو عوض کنه. اگه پرسپولیس برنده بشه میره صدر جدول و اگه گلگهر برنده بشه خیلی نزدیک میشه به تیم‌های بالای جدول. جدول لیگ این هفته خیلی رقابتی تر از همیشه است. تیم‌ها به شدت برای صدر جدول رقابت میکنن و یک برد میتونه به معنای تغییرات بزرگ باشه. الان تراکتور، استقلال و سپاهان همه با 35 امتیاز توی صدر جدول هستن. اگه یکی از این تیم‌ها بتونه توی بازی‌های این هفته برد به دست بیاره، صدر جدول رو از آن خودش میکنه. بنابراین بازی‌های این هفته میتونه خیلی سرنوشت ساز باشه. با توجه به وضعیت تیم‌ها و غیبت‌های کلیدی، بازی پرسپولیس و گلگهر میتونه خیلی هیجانی بشه. پرسپولیس سعی میکنه با بازیکنانی مثل وحید امیری و کمال کامیابی‌نیا کنترل میانه میدان رو به دست بگیره. از طرف دیگه گلگهر هم میتونه از سرعت و قدرت بازیکنانی مثل جکوبو موانا و سجاد شهباززاده برای ضد حملات استفاده کنه. در نهایت نتیجه این بازی میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. تیم‌هایی که امتیاز میگیرن میتونن به صدر جدول نزدیک بشن و اگه کسی ببازه ممکنه با خطر سقوط روبرو بشه یا از جمع مدعی‌ها خارج بشه. نظراتتون رو درباره این بازی‌ها توی کامنت‌ها برامون بنویسید. و اگر هنوز عضو کانال نیستید، همین حالا عضو بشید تا از تحلیل‌های هیجان انگیز و آخرین اخبار لیگ برتر از دست ندید. لایک و اشتراک گذاری این ویدیو رو فراموش نکنید تا دوستانتون هم از این تحلیل‌ها با خبر بشن.